قسمت جوان 24 ساله ساکن شهر بوستان با ماده 248 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. نامبرده 18 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 13:00 به خانه شناسش زن 30 ساله ساکن شهر مذکور آمده از آخران 300 سامانی طلب نموده با طریق آشکارا از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ جی 7 را که ارزشش 1000 سامانی را تشکیل میدهد تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در ناحیه فردوسی با عریضه زن 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2020 زن 38 ساله ساکن ناحیه رودکی با روی فریب به باوریش درآمده از او $5000 آمریکایی گرفته تا حال برنگردانیده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در ناحیه سینا با عریضه مرد 32 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه مارس سال 2019 مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با روی فریب به باوریش درآمده از او $70000 آمریکایی گرفته از این مبلغ $10,000 آمریکاییش را برگردانیده باقی مانده $60,000 آمریکایی را تا حال برنگردانیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه واسه با عریضه زن 50 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 15 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 3:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به آغرخانه حولی استقامتیش در آمده از آنجا یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 6000 سامانی را تشکیل میدهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 34 ساله ساکن ناحیه مذکور و مرد 31 ساله ساکن ناحیه همدانی که پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شدند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر شدند. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد.